سلام بچه ها، به یکی دیگه از ویدیو من خیلی خوش اومدید. الان میریم تا یه کمی چوب برداریم. خب هدفمون اینه که واسه خودمون این خونه کوچیک درست کنیم و آهنا رو برداشتم و اگه بپریم میمیریم بچه ها. این خیلی عجیبه. خیلی خوب، کرافتینگ تیبل من ردیف و چوبا رو برداشتم، دارم از اینجا پایین میرم. این کوه ها واقعا خیلی بزرگن. یکم خاک برداشتم تا پایین برم. فقط لازمه که هیچ بچه زامبی اینجا نیاد. اوه نه، زامبی اومد. خوب شد که نمردم. الان کندم چوب تبدیل کردم و واسه خود خونه خیلی سریع درست کنم. بچه اگه من تونستم خونه رو درست کنم بهم قول بدین که لایک و ساب رو فراموش نکنید. و نمردم. زامبی ها قلم در حال تموم شدن. کرافتینگ تیبل، فرنیس و آهنم پزیدم و پیکاکسمونم ردیفه. پس لایک و ساب فراموش نشه.